از فضل رب موحدین است که به همه موحدین عزت داده است و جواب ما به شما کوتاه است. موتو بغیظکم، موتو بغیظکم، موتو بغیظکم. با همین حسد و بخلتان بمیرید، با همین حسد و بخلتان بسوزید، با همین حسد و بخلتان جگرهایتان خون بشود. همین جزای الله برای شما کافی است که شما 24 ساعت جگرخون هستید. قسم به الله، موحد خواب میکند در حالتی که ذکر میکند و آرام است و خرسند است و به هیچ کسی نه بخل دارد نه به فضل الله داده حسد میکند. به تقدیر الله راضی است، زیرا که موحد است و ایمان به قضای قدر دارد. اما توی عازری، توی صوفی مشرک حزبی که به فضل الله داده راضی نیستی، به تقسیمات الله کرده راضی نیستی، تو به الله ضدیت میکنی، به تقدیر حال ایمان ناوردی، به نیکی و بدی، تو یگانه راحت جگر خون شدن است. جگرکات خون میشود، از بینیات خون میبراید، دلکات میکفت، فشارت بالا میرود، لیکن دیگر حالت این فایده ندارد، نه به خودت نه به هیچ. این جگرخونی رنگ زردی فقط برای خودت است.